آقا سلام به همگی، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. خوش اومدین به یه ویدیو جدید. چقدر دلم تنگ شده بود، پشمام باورم نمیشه. تقریبا میشه گفت یه 1.5 سال ویدیو نذاشتیم. این ویدیویی هم که مثلا 5 ماه قبل گذاشته بودم و ویدیو 2 سال قبل بود، ادیت کردم گذاشتم. خیلی وقت بود ویدیو نذاشتم، دلم تنگ شده بود واسه ویدیو گرفتن و اینتروداکشن هایی که هی میگرفتم دوباره تکرار میکردم. امیدوارم حالتون عالی باشه. اه، حقیقتا ویدیو دلیه. ویدیو رو گذاشتم که یکم حرف بزنم باهاتون راجع به اینکه چرا نبودم این مدت تو یوتیوب. من حقیقتا یه مدت درگیر این بودم که تغییر رشته بدم. رشته‌مو تغییر دادم، دانشگاهمو عوض کردم، شهرمو عوض کردم. رشته جدیدی که دارم درس میخونم داروسازیه و حقیقتا هم یکم که نه خیلی درگیر بودم، به خاطر همین نتونستم زیاد تایم بذارم ویدیو بذارم. ولی بعد مدت ها دوباره شروع کردم که ویدیو بذارم، ویدیو جدید حتما، ولاگای جدید. به امید خدا ولاگ بازی رئال مادرید لیورپول، از سفرام، ویدیوهایی که از قبل میذاشتیم مثل همونا، ویدیو سویت اینترویو، اونا رو بذاریم. خواستم بگم که نظرتون رو بگین بهم. ویدیو رو حقیقتا همینجوری دلی گذاشتم یه حال و احوالی بکنم. سوالی چیزی هست بپرسین ازم در مورد اینکه چه جوری میتونین واسه دانشگاه های انگلیس اپلای بکنین، حتما تو کامنت ها بهتون جواب میدم. یا اگه پیشنهادی نظری دارین راجع به اینکه چه ویدیویی بگیرم، چه موضوعایی بگیرم، حتما اینا رو بپرسین ازم و من سعی میکنم حتما کامنت ها رو جواب بدم. سعی که میکنم نه، حتما کامنت ها رو جواب میدم. امیدوارم که حمایت کنیم، بتره کنیم یه بار دیگه مثل قبل با ویوهای بالا، لایک و کامنت های زیاد. ایشالله که همینجوری میشه. به امید خدا به زودی شروع میکنیم میتره کنیم کانال یوتیوب رو. تو این مدتی هم که ویدیو نداشتم خیلی به فکر بودم حقیقتا، چون معمولا خیلی سخته ویو گرفتن تو یوتیوب و اصلا چیزی که یوتیوب با اینستاگرام هست فرق داره. منم داشتم به این فکر میکردم که حقیقتا من خیلی زود چنلم ماناتایز شد و به 1000 تا سابسکرایبر اول رسیدم. ساعت بازدیدم هم زود تکمیل شد. لطف همه شما سابسکرایبرهای عزیز بود. زود به اون چیزی که میخواستم، بقیه توی پروسه طولانی بهش میرسم. من خیلی زود، یعنی یه ماهه، به همه این چیزایی که میخواستم رسیدم و از سر 2000 تا سابسکرایبر بودیم من استاپ کردم دیگه. اصلا ویدیویی نذاشتم، آنچنان فعالیتم هم کم شد. با خودم داشتم فکر میکردم که اگه من تو این مدت مثل همون یه ماه اولی که فعالیت میکردم، الان خیلی میتونستم، یعنی راحت به 100,000 تا سابسکرایبرم میرسیدم. الان 12,000 تا سابسکرایبر داریم تقریبا و دیگه تصمیم گرفتم که فعالیتم رو شروع بکنم، از کلاسام، از روزمرگیام، از درس. خلاصه یه یوتیوب جاییه که من میتونم از همه اتفاقایی که قراره تو روزمرگیم بیفته، ویدیوهایی که خودم بخوام بگیرم میتونم بذارم و گفتم که چرا که نه، چرا این کارو نکنم. داشتم به این حتی فکر میکردم که لایو استریمینگ برم و این کار رو بکنم. حالا واقعا هم نیاز دارم به اینکه پیشنهاد بدین بهم، کمک کنین، خیلی ممنون میشم. این ویدیو رو هم تونستین لایک و کامنت کنین که فکر کنم بعد مدت ها دارم ویدیو میذارم اصلا 100 تا ویو هم نخوره، ولی خب ممنون میشم حمایت کنین، لایک کنین، کامنت بذارین، نظراتتون رو بگین بهم. خیلی ممنون میشم. دوستتون دارم. به امید خدا میتره کنیم و با ایده ها و نظرهای شما میریم جلو. قربون همتون برم من. تا دیداری دیگر، بدرود.